سلام و درود. ابوالفضل رنجبر هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. امیدوارم که از آموزش قبلی من راضی بوده باشید و این آموزش جدیدی که قراره بذارم ادامه آموزش قبلی، یعنی پارت 2 آموزش نقشه کشی پودمان دوم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. طور که گفتم من توی دفتر اگر بخوام حل کنم خیلی بهتر از این که بخوام با PDF جوابتون رو بدم متوجه میشید. خب فکر کنید الان به ما یه مختصاتی دادن، گفتم با توجه به این مختصات شما بیا و یک مکعب مستطیل رسم کن و تمامی نماهاش هم بکش، یعنی نمای بالا، نمای روبرو و نمای جانبی. خب ما گفتیم که اولین عددی که با ما گفتن میشه چی؟ میشه طول ما و نمای روبرو رو ما اول میخوایم رسم کنیم. خب اولین عدد که میشه طول ما 60. خب هر عددی به ما دادن، خب مثلا 60 بود، صفرشو بر میداریم، خب ضرب در دوش میکنیم، 2 6 تا 12 تا میشه 12 تا خونه شطرنجی. خب 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 و 12 تا خونه شطرنجی. حالا میایم میگیم که آخرین عددی که به ما داده میشه عرض ما، درسته؟ آخرین عددی که به ما داده میشه ارتفاع ما یا همون عرض ما، بعد ما. خب 10 صفرشو بر میداریم، ضرب در 2 میکنیم میشه 2. این 2 این 2. خب حالا این دوتا هم به هم وصل میکنیم که 12 تاه. خب حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید اینجا من با 2 تا فاصله خونه میام پایین تر که نمای بالا رو بکشم، یعنی 2 تا بلاک فاصله میذارم میام پایین تر. خب چون اون بالایی 12 بوده، پایینی هم 12. خب یه دونه 12 دیگه، ولی اینجا با عدد وسطی کار داریم، 20. خب 20 به ما داده، 20 میشه چند؟ 4. 2 تا 4 تا 4 تا اینجا میکشیم، این 4 این 4. حالا اینو به هم وصل. خب حالا با توجه به نمای روبرو و نمای بالا، نمای جانبی هم باید رسم کنیم. چه شکلیه؟ خب وقتی اینجا ما با 2 بلاک فاصله گذاشتیم، اینجا هم با 2 بلاک. وقتی این 2 تا خونه است، این هم 2 تا خونه است. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که آقا ما این زلی که قراره اینجا بیاد و چه شکلی باید رسم کنیم؟ خب چه شکلی؟ وقتی این 4 تاه یعنی 20، اینم 20، پس یعنی اینم 4 تا. امیدوارم که متوجه شده باشید. ببینید اولین عدد ما که 6 بود، کلا چه شکلیه؟ هر چی بود صفرشو بر میداریم، ضرب در 2 میکنیم. اگر 60 بود صفرشو بر میداریم، ضرب در 2 میشه 12. 2 6 تا 12 تا 12 تا خونه 12 تا خونه 12 تا خونه 12 تا خونه 12 تا خونه. قاعدهش چه شکلیه؟ با هر کدوم از اینا ما باید 4 تا خط رسم کنیم، یعنی 4 4 4. درسته؟ خب 60 1 2 3 1 2 3 4 4 تاش رسم شد. 20 که همون میشه 4 1 2 3 4 تاش رسم شد. 10 1 2 3 4. این شکلی بیاید تست کنید خودتونو که درست کشیدید یا درست نکشیدید. خب حالا بعضیا میان همین جای کارو ول میکنن. نه، چرا اینجا باید 2 تا فاصله باشه، اینجا هم 2 تا فاصله؟ ببینید این فاصله هایی که گذاشتیم و پر میکنیم، این فاصله هم که گذاشتیم و پر میکنیم، این فاصله هم پر میکنیم، این فاصله هم پر میکنیم، این هم پر میکنیم، این هم پر. یعنی باید اینجا 2 تا مربع به دست بیاد و تمام 2 تا مربع به دست بیاد. اینم پر میکنیم، اینجا هم میایم میزنیم به انتها، یعنی این انتها به این انتها. حالا اون خط 45 درجه ای که اول پارت 2 یاد گرفتیم چی بود؟
اینجا باید اینجا 45 درجه از نوک نمای روبرو نصب کنیم تا 2 تا بلاک هم بیایم بیرون بهتره. حالا ما میدونیم این نمای روبروه. خب نمای روبرومون رو رسم میکنیم. 1 2 3 4 رسم میکنیم. حالا میدونیم این نمای بالامونه، نمای بالامون هم رسم میکنیم. 1 2 3 4 تا 1 2 3 4 تا. حالا اینجا هم 1 4 تا و اینجا. ببینید شما با تمرین و تکرار میتونید دقیقاً به یه همچین دانایی برسید و بتونید به راحتی با 3 تا عدد یک مکعب مستطیل یا مکعب مربع رسم کنید و نماهاشون. پس این نمای روبرو بود، روبرو که این میشه روبرو، روبرو. این نمای بالا که این میشه نمای بالا. ببینید همه چی سر جای خودشه. این نمای جانبی که این میشه نمای جانبی. دیدید که توی کتاب گفته که شما باید رنگ‌آمیزی های اینا رو به صورت قرمز، جانبی هم زرد و بالا هم آبی. توصیه میکنم که سر جلسه امتحانی 3 تا مداد رنگی رو با خودتون ببرید. قرمز، زرد، آبی. و این توی شکل هم حتما همین کار رو بکنید و درست رنگ آمیزی کنید. وقتی روبرو قرمز بالا زدید اینجا هم قرمز بزنید. وقتی بالا رو آبی زدید آبی بزنید. وقتی جانبی هم چیز زدید زرد زدید زرد بزنید. این بود روش ترسیم و روش ترسیم مکعب مستطیل و روش ترسیم سینما به کمک مختصات آنها. خیلی ساده است، فقط باید یه سری نکات رو رعایت کنید. چیه مثلا؟ یه نکاتش اینه که مثلا شما باید این خطا رو به درستی بکشید و در آخر کلن ببین کل این توی یه مکعب توی یک مستطیل قرار گرفته. یعنی کل کارتون باید توی مستطیل قرار بگیره، یه خط 45 درجه هم وسطش. تمام شد. این یک قسمتی از کاره و در انتها هم که شما یاد گرفتید اینو ترسیم کنید با تمرین و تکرار. توصیه من اینه که بیشترین تمرکزتون رو بذارید روی یاد گرفتن همچین چیزی و هی با مختصات های مختلف که توی صفحه 69 کتابم یک سری مختصات داده که برای تمرین شما میتونید اون 11 یا 12 تا مختصات رو تمرین کنید و بتونید یاد بگیرید و بیشترین تمرکزتون رو بذارید رو اون و انواع خط و صفحه هم تمرکزتون رو بذارید رو اون. پارت 1 اکثرا حفظیجاتیه و شما باید حفظ کنید و انواع آنها و خط و انواع آنها. خب ببینید ما در کل باید 7 نوع خط و 7 نوع صفحه رو آموزش ببینیم. ببینید خط نوع اول که ما قراره یاد بگیریم چه نوع خطیه؟ خطیه که از روبرو وقتی ما بهش نگاه میکنیم صافه، درسته؟ از روبرو وقتی ما بهش نگاه میکنیم صافه، از نیمرخ وقتی بهش نگاه میکنیم صافه، وقتی از پایین یا همون صفحه افقیمون بهش نگاه میکنیم به صورت نقطه دیده میشه. پس راه های تشخیص خط اینه که از چه چیزی از کدوم صفحه و به چه صورتی دیده میشه. الان خط نوع اول چی میشه؟ صافه، از روبرو برای ما صافه
از نیمرخ برای ما صافه، اما وقتی از صفحه زیر نگاه میکنیم کجه. یعنی F به صورت خط دیده میشه، S به صورت خط دیده میشه، اما H به صورت نقطه دیده میشه. بقیه خط ها هم به همین صورت دسته بندی میشن. خط نوع اول ما از روبرو وقتی بهش نگاه میکنیم همینطور که تو شکل میبینید، از روبرو وقتی بهش نگاه کنیم به شکل یه خطه. وقتی هم بیایم از بغل نگاه کنیم یا نوای نیمرخ نگاه کنیم بازم به صورت خطه، اما وقتی شما از پایین یا بالا بهش نگاه کنید مثل یک نقطه دیده میشه. این میشه خط نوع اول. خط نوع دوم چیه؟ خط نوع دوم از روبرو خطه، از روبرو خطه، از پایین هم به صورت خط دیده میشه، اما از زاویه نیمرخ به صورت نقطه دیده میشه. خب حالا چه شکلیه؟ ببینید الان اینجا ما وقتی از روبرو به این خط شماره 2 نگاه کنیم به صورت خطه، از پایین هم نگاه کنیم به صورت خطه، از بالا هم نگاه کنیم به صورت خطه. اما اگر زاویهش رو تغییر بدیم و بیایم از نیمرخ یا از زاویه نیمرخ، اما اگر تغییر بدیم و بیایم از صفحه نیمرخ بهش نگاه بکنیم به صورت نقطه دیده میشه. ببینید تمامی دسته‌بندی های خط به همین صورته. ما با خط و نقطه میتونیم دسته‌بندی کنیم. خط نوع اولمون چی بود؟ از روبرو خطه، از نیمرخ خطه، از پایین نقطه است. خط دوممون چی بود؟ از روبرو خطه، از نیمرخ نقطه است، از پایین خطه. این دو تا نوع خط. حالا خط نوع سوم. خط نوع سوم میگه که شما اگر از روبرو بهش نگاه کنید نقطه است، اما اگر بیاید از زاویه نیمرخ بهش نگاه کنید خطه، از زاویه پایین یا بالا هم بهش نگاه کنید خطه. درسته؟ این تا اینجا مثالش هم مثل شماره 3. خب وقتی ما بیایم از روبرو بهش نگاه کنیم ببینید روبروی شکل میشه اینجا دیگه. درسته؟ وقتی ما بیایم از این قسمت به این شکل نگاه کنیم یعنی زاویه دید ما دقیقاً این شکلی باشه. از اینجا داریم نگاه میکنیم. از روبرو به صورت نقطه میبینیم، اما اگر بیایم از بغل به صورت خط میبینیم، از بالا هم به صورت خط میبینیم. ببینید بسیار ساده است. اصلا فقط باید اینا رو حفظ کنید که آقا خط نوع اول از زاویه روبرو خطه، از زاویه بغل خطه، از زاویه بالا پایین نقطه است. خط نوع دوم از زاویه روبرو خطه، از زاویه بغل نقطه است، از زاویه بالا یا پایین خطه. خط نوع سوم هم به همین شکل. و اینجا یک سری تمرین ها هست که تعداد خط‌های قابل رؤیت و تعداد خط‌های موجود. ببینید اینجا دسته‌بندی کرده. تعداد خط‌های موجود از نوع شماره 1 چنده؟ برای تقویت خودتون میتونید این تمرینات رو حل کنید. از نظر من برای شب امتحان بسیار عالیه. حالا برای آموزش دادن صفحه، خب ببینید صفحه رو ما اصلا نوع دیگه یاد میدیم. خب به خاطر همین من اول 7 نوع کامل خط رو یاد میدم، بعد میرم 7 نوع صفحه. درسته؟ خب خط نوع 4، ببینید اینجا یه خورده داستان فرق میکنه. خط نوع 4، میرسیم به خط نوع 4. خط نوع 4 دیگه ما نقطه نداریم، از هر طرف به سمت به شکل خط دیده میشه. حالا ما باید چه شکلی تشخیص بدیم؟ میگه که آقا خط نوع 4 تو وقتی از روبرو بهش نگاه کنی کجه، وقتی از زاویه نیمرخ بهش نگاه کنی صافه، وقتی هم بیای از صفحه افقی بهش نگاه کنی بازم صافه. اوکی. پس خط نوع 4 وقتی تو بیای از روبرو نگاه کنی، از صفحه روبرو نگاه بکنی میبینی که آقا به صورت اوریبه، اما وقتی میای
از صفحه نیمرخ بهش نگاه میکنی میبینی یک خط صاف عمودیه. اما وقتی میای از پایین یا بالا بهش نگاه میکنی یک خط افقیه. خب بریم مثال بزنیم. الان خط شماره 4 رو نگاه کنید. شما از روبرو بهش نگاه کنید یعنی قشنگ سرتون رو بچرخونید و از روبرو بهش نگاه کنید، کجه. حالا خودتون رو در زاویه نیمرخ قرار بدید. اگر بخواید یک همچین شکلی رو از نیمرخ ببینید به صورت عمودیه. حالا اگر بخواید از زیر ببینید یک نقطه شروع داره و یک نقطه پایان که میبینید به صورت افقیه. عذرخواهی میکنم من یه دقیقه کار برام پیش اومد. خب خط نوع پنجم، ما وقتی از روبرو بهش نگاه کنیم به صورت یک خط عمودیه. وقتی از بغل بهش یعنی زاویه نیمرخ بهش نگاه، صفحه نیمرخ بهش نگاه کنیم به صورت اوریبه. وقتی از پایین یا بالا هم بهش نگاه کنیم به صورت یک خط دیده میشه، خط عمودی. بله حالا ببینید یه سری جاها میبینیم که خط ها مثلا سایزش تغییر کرده. چرا؟ ببینید ما اول این پودمان گفتیم که خط از اتصال دو تا نقطه به هم وجود میاد دیگه. وقتی دو تا نقطه رو به هم اتصال میدیم یه خط به وجود میاد، درسته؟ خب شما وقتی بیاید از پایین یک خطی رو نگاه کنید که از زاویه بغل کجه، یعنی شما از بغل بهش نگاه کنید میبینید که کج شده. شما وقتی بیاید یه همچین چیزی رو نگاه بکنید خط کمتری رو بهتون میده. خب ولی وقتی بیاد از روبرو بهش نگاه بکنید یک خط صافی رو بهتون میده که خیلی هم معمولیه، چیز خاصی نیست. یعنی سایز خط ها هم ممکنه از نظر زاویه تغییر کنه. یعنی مثلا شما اگر از زاویه پایین بهش نگاه کنید ممکنه سایزش کوچیک باشه، از زاویه روبرو بهش نگاه کنید سایزش بسیار بزرگ باشه. حالا میریم خط نوع ششم. ببینید این نوع خط ها رو فقط باید حفظ کنید، هیچ چیز درکی نیست. مثلا الان شما وقتی بدونید آقا خط نوع مثلا پنجم از زاویه خط نوع پنجم از زاویه روبرو صافه، از زاویه نیمرخ کجه و از زاویه پایین هم صافه به صورت عمودیه، خب راحت میتونید تشخیص بدید توی شکل. فقط یه خورده باید گسترده تر به شکل نگاه کنید، با دقت به شکل نگاه کنید، تمامی زوایاشو در نظر بگیرید. مثلا الان اینجا رو اگر بخوای خیلی بهش دقت کنی میبینی که اینجا یه خطیه که صافه، اینجا یه خورده سطح شیبدارتر شده، اینجا صافه، اینجا بازم زاویه داره. میبینید توی همیناست که خطها دسته بندی میشن. حالا میایم سراغ خط شماره 6. خط شماره 6 از زاویه روبرو صافه، از زاویه جانبی هم صافه، از زاویه جانبی درسته زاویه نیمرخ، و از زاویه پایین یا بالا به صورت اوریبه. خب مثل شماره 6 ما وقتی از روبرو بهش نگاه بکنیم، شما وقتی از روبرو به یه شکلی نگاه بکنید میبینید که یک خطه، درسته؟ وقتی هم بیاید از بغل نگاه کنید بازم میبینید یک خطه، ولی اون خط کوچکتر به شما نشون داده میشه، خطای دید به حساب میاد. اما وقتی از پایین بهش نگاه کنید قشنگ متوجه میشید که اندازه واقعی اون خط چقدره و به صورت کجه، درسته؟ حالا خط نوع 7 چیه؟ خط نوع 7 از همه اینا آسون تره، فقط باید خیلی دقت کنید روی حد زدنش. خط نوع 7 از همه زوایا اوریبه. ببینید الان این خطای وسط رو ما از روبرو بهش نگاه بکنیم میبینیم که بله یک شیبی داره. میایم از زاویه بالا بهش نگاه میکنیم یا پایین بهش نگاه میکنیم میبینیم بله بازم یک شیب خاصی داره تو خودش. وقتی هم میایم از نیمرخ بهش نگاه میکنیم میبینیم بازم شیب داره. وقتی از روبرو هم نگاه میکنیم میبینیم بازم شیب داره. برای تقویت این شما بیاید این تمرینات هم حل کنید و بریم سراغ صفحه ها، درسته؟ صفحه ها یه خورده سخت ترن و داستانشون فرق میکنه نسبت به خط ها. صفحه نوع اول، ببینید صفحه نوع اول میاد چی رو به ما میگه؟ صفحه نوع اول میاد به ما میگه که آقا از زاویه روبرو به صورت یک صفحه دیده میشه،
از زاویه روبرو به صورت یک صفحه دیده میشه. از زاویه جانبی یا همون نیمرخ به صورت خط دیده میشه. از زاویه پایین هم به صورت خط دیده میشه. اونجا با خطهای اوریب، نقطه و خط کار داشتیم، اینجا دیگه با اونا کار نداریم. اینجا با اینکه مثلا از چه زاویه خط دیده میشه و از چه زاویه صفحه دیده میشه. خب پس صفحه نوع اول چیه؟ شما وقتی از روبرو بهش نگاه کنید صفحه به شما نشون میده، اما وقتی بیاد از بغل نگاه کنید خط، از پایینم نگاه کنید خط. صفحه نوع دوم، صفحه نوع دوم رو وقتی بیاد نگاه کنید، از روبرو نگاه کنید به صورت یک خطه، از نمای نیمرخ نگاه کنید به صورت صفحه و از نمای پایین یا بالا نگاه کنید به صورت خط دیده میشه. خب وقتی ما از روبرو به این نگاه میکنیم به صورت خطه، از زاویه جانبی به صورت صفحه است و از زاویه پایین یا بالا به صورت. خب دوستان، در ادامه صفحه نوع سوم رو میخوایم آموزش بدیم. صفحه نوع سوم شما اگر از روبرو بهش نگاه کنید همونطور که توی این شکل میبینید، از روبرو اگر به این صفحه نگاه بکنید یک خط به صورت افقی میبینید. اگر از زاویه نیمرخ هم ببینید باز هم یک خط افقی میبینید. اما اگر بیاید از پایین یا بالا بهش نگاه کنید همونطور که میبینید یک صفحه مشاهده میکنید. خب این از صفحه نوع سوم. خطم که گفتیم. صفحه نوع چهارم، ببینید صفحه نوع چهارم چه شکلیه. شما اگر از روبرو ببینید به صورت یک خط اوریب میبینید، درسته؟ شما اگر صفحه نوع چهارم رو از روبرو ببینید، از زاویه روبرو ببینید به صورت یک خط اوریب میبینید. اما اگر بیاید از زاویه نیمرخ بهش نگاه کنید میبینید که یک صفحه است. و اگر بیاید از زاویه پایین یا بالا هم بهش نگاه کنید میبینید که یک صفحه است. ببینید اینها رو ترتیبش رو باید حفظ بکنید، یعنی صفحه نوع اول تا نوع هفتم رو شما باید حفظ بکنید که بتونید به خوبی یاد بگیرید و علاوه بر حفظ کردن همزمان تمرین ها رو هم حل کنید. و توصیه من اینه که اول تمرین ها رو حل کنید و بعد بیاید سراغ توصیه من اینه که اول حفظ کنید تمامی صفحه و تمامی خط ها رو و بعد تمرینات رو حل کنید. این شکلی ملکه ذهنتون میشه و به خوبی میتونید یادآوری کنید و با تمرین و تکرار حتی میشه این موضوعات رو توی نیم ساعت هم یاد گرفت. خب میریم سراغ صفحه نوع پنجم. صفحه نوع پنجم ما از روبرو وقتی ببینیم یک صفحه است، درسته؟ بله. وقتی بیایم از زاویه نیمرخ بهش نگاه بکنیم میبینیم که یک خط اوریبه. وقتی هم دوباره بیایم از زاویه بالا یا پایین ببینیم میبینیم که یک صفحه است. حالا میایم صفحه نوع ششم رو میبینیم. صفحه نوع ششم از زاویه روبرو صفحه است، از زاویه نیمرخ هم صفحه است، اما از زاویه پایین و بالا کجه، یک خط اوریبه. حالا صفحه نوع هفتم از هر طرف به شکل صفحه است، مثل خط نوع هفتم. ببینید همین الان دوتا رو راحت یاد گرفتیم. خب همونطور که گفتم توی دو پارت تونستیم نقشه کشی پودمان 2 رو تمام کنیم و تمام عنوان‌هایی هم که توی پارت 1 نوشته بودم تونستیم یاد بگیریم و بسیار
ایزی تونستیم پودمان 2 رو خیلی خوب یاد بگیریم و امیدوارم که به تمام اون چیزایی که انتظار داشتید از من توی پودمان 2 نقشه کشی تونسته باشم برآورده بکنم و اینکه منتظر آموزش‌های جدید باشید. به احتمال خیلی خیلی زیاد آموزش بعدی پودمان 2 کتاب ریاضی دهم هستش و منتظر نگاهتون هستم. با آرزوی موفقیت.